امروز که این دعوای 2-3 روز اخیر بالا گرفت، من یه مقداری عصبانی شدم. اسلحه رو بردم، ایشون رفتن حمام، منم پشت سرشون، بیشتر برای اینکه یه حالت ترسوندن و اینها باشه و اسلحه رو نشونشون دادم، گفتم میخوایی این بحث رو تمام کنی یا نه. ایشون هول شدن، تقریبا گلاویز شدن با من، هنوز تو وان نرفته بودن، خودشون انداختن رو من که اسلحه در واقع آماده بود. چرا نبود شکایت میکرد از این طریق؟ حتما بهتر بود، ولی من حقیقتش این است که در طول 1 سال گذشته راه‌های مختلفی رو طی کردم. بارها به ایشون پیشنهاد طلاق با توافق رو دادم. خب ایشون قبول نمی‌کردن بنا به دلایل خودشون. ایشون حاضر نشدند و روحیه خاصی داشتن. متاسفانه اون روحیه باعث شد که من هم دچار همچین اشتباهی بشم، ایشون هم جونشون رو دست بدن. این کلتی بوده که آقای نجفی ازش استفاده کرده در قتل همسر دومش. اینم خشابشه که 13 تا تیر داشته. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 شلیک کرد. خب سردار بفرمایید که چه گذشت؟ از ظهر ساعت 12 خب به هر ساعت ماموران پلیس آگاهی فعالیت کردن تا تونستن بر صد ایشونو دستگیر کنن، تو خیابون اینا دستگیر کنن. حالا در مورد اومدنشون به آگاهی بفرمایید، ممنون میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدود ساعت 11:30 امروز همکاران خبردار شدن در موقعیت سعادت آباد تیراندازی در واقع اتفاق افتاده در یکی از آپارتمان ها. بلافاصله حضور پیدا کردن از بخش‌های مختلف پلیس آگاهی از جمله تشخیص هویت، معاونت مبارزه با جرایم جنایی و همچنین از مقامات قضایی و پزشکی قانونی تو موقعیت حضور پیدا کردن. مقتول خانم 35 ساله‌ای بود که در واقع در بررسی هویتی مشخص شد زن دوم شهردار سابق تهران آقای نجفی. در بررسی‌های کارشناسی و فنی که بعد و امر در واقع صورت گرفت، تقریبا این فرضیه مطرح شد که ایشون توسط همسرش به قتل رسیده، ولی با توجه به اینکه ضرورت داشت حتما بررسی تکمیلی رو باید انجام میدادیم، اطلاع رسانی اولیه در این ارتباط صورت نگرفت. همکاران پیگیری‌های لازم رو انجام دادن و رصدهای کافی صورت گرفت و تقریبا مسجل شد برای ما که ایشون در واقع این قتل رو انجام داده. در حالی که امورات رو پیگیری می‌کردیم، ما حدود ساعت تقریبا 19 همکاران تو یکی از خیابون‌های نزدیک پلیس آگاهی ایشون رو ملاحظه می‌کنن که در حال قدم زدن، بلافاصله متوقف می‌کنن و بررسی می‌کنن. متوجه میشن سلاح مذکورم در واقع در ید اختیار ایشونه. بلافاصله منتقل می‌کنن پلیس آگاهی. البته ایشون تو اظهاراتش اعلام کرده که قصد داشتم بیان تو پلیس آگاهی، خودم رو پلیس آگاهی معرفی بکنم. در صحبت‌ها و مصاحبه‌ای هم که با ایشون صورت گرفت، صراحتاً به در واقع قتل خانم مذکورشون اعتراف کرد. انگیزش هم اختلافات خانوادگی داره اعلام میکنه و در واقع ایشون تاکید داشت به جهت مشکلاتی که این خانم برای ایشون ایجاد کرده بود، تصمیم گرفت ایشون امروز ایشونو بکشه و نهایتا این اتفاق افتاده. در بررسی جسد مذکور ایشون علیرغم که 5 تا تیراندازی کرده، 2 تا تیر، یکی به قلب ایشونی که به دستشون اصابت کرده بود. امورات دیگه با هماهنگی مقامات قضایی تکمیلا در حال انجام تا در واقع به صراحت مشخص بشه اگه مورد دیگری و انگیزه دیگری هم بوده، انشالله پلیس جمع‌بندی کنه و پرونده رو تسلیم مقامات قضایی بکنه. با توجه خب برسه سرد شما تجربه فراوانی تو این قضیه دارید و متهمای خیلی زیادی تو این بحث دیدید، اگه ایشون میرفت شکایت میکرد شاید به اینجا؟ قطع به یقین میتونه این مطلب به هر حال مورد مراقبه توجه قرار بگیره. به خود ایشون هم ما همینو گفتیم. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. ایشون حالا در واقع اعلام میکنه از موقعی که ازدواج کرده با این خانم همین مشکلات و سطوح مختلف داشته، ولی با توجه به اینکه فرد شناخته شده ای هم بوده، ابا و ترس ایشون از مطرح شدن و مسائل این شکلی بوده که متاسفانه دیگه کار به اینجا کشیده. خب ببینید در اداره آگاهی هستیم، خیابان وحدت اسلامی. ساعت 7 بعد از ظهر امروز بودش که آقای نجفی قاتل همسر دومشون خودشون رو به اداره آگاهی معرفی کردن و همکنون برای توضیحاتی
سردار لطفی رئیس آگاهی و کارشناسانشون هستن. خب این کلتی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومش رو به قتل رسونده. 13 تا تیر بوده توش. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 شلیک کرده که از 5 تیر 2 تیر به فرد مقتوله خورده، 3 تیر هم به دیوار خورده. سلام عصر شما بخیر. بنده محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. متشکرم. سلام. جزئیات این اتفاق رو میفرمایید و اینکه آقای نجفی کی مراجعه کرد و الان پرونده چه سیر رو داره طی میکنه؟ بله همینطوری که من قبلا خدمتتون عرض کردم، با پیگیری هایی که صورت گرفت با اقدامات فنی و کارآگاهانه، تقریبا همکاران ما از ساعتی قبل متوجه در واقع عنصر اصلی که این اقدام انجام داده بود شده بودن و پیگیری میکردن، تا اینکه لحظات قبل همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد، به صراحتاً به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد. الان همکاران من پیرامون جزئیات مسئله در حال مصاحبه و بازجویی آقای نجفی هستن با همکاری مقامات محترم قضایی و خوشبختانه زوایای مختلف این موضوع کشف شد و انشالله اطلاعات موکبی و مناسبی رو با مطابقاً خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم اطلاع رسانی خواهیم کرد. پس اون دوربینی که شما گفته بودید که رصد کردید منظورتون همین آقای نجفی؟ بله ما هم تو رصدهای فنی در واقع به وجود ایشون تو اون ساعت تو ساختمون پی برده بودیم، همین که نوشته ای از ایشون تو موقعیت جا مونده بود که ایشون صراحتاً اعلام کرده بود که خودشون این کار انجام داده بود. الان در بازداشت پلیس آگاهی آقای نجفی؟ الان در بازداشت پلیس آگاهی هستن ایشون و اقدامات داره انجام میشه با هماهنگی مقام قضایی پیرامون پیگیری پرونده. یعنی الان مراحل بازجویی و بازپرسیشون داره طی میشه؟ بله چند لحظات قبل بنده خودم مصاحبه‌ای رو با ایشون داشتم که صراحتاً اعتراف کردم به قتل به جهت اختلافات خانوادگی و اختلافاتی که در واقع با خانم مذکور داشتن، صراحتاً به قتل اعتراف کردن. اسلحه‌ای هم که با اون قتل اتفاق افتاده بود تحویل دادن. شما جزئیاتی بیشتری از آنچه که با آقای نجفی صحبت کردین شما میتونید با ما بگین آقای لطفی؟ متوجه نشدم. از میکنم شما فهمیدین باشون یه مصاحبه گفتگویی داشتید با آقای نجفی، جزئیاتی بیشتری از این گفتگو طولانی بود، کوتاه مدت بود، چه صحبت‌های رد و بدل شد بین شما؟ صحبت اولیه صورت گرفت که در واقع ایشون صراحتاً اعلام کردن که به هر حال این اقدام رو به جهت فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی که با خانم مذکور داشتن انجام دادن و انگیزه ویژه‌ای رو به غیر از این مطلب اعلام نکردن. هم سلاح هم در واقع ارسان خدمتتون آلات قتال هم کشف شده. من فکر کنم در واقع زاویه پنهان اون شکلی نداشته باشه. ما الان پیگیر موضوعات هستیم که انشالله اگه اطلاعات دیگری بود من حتما خدمتتون اطلاع رسانی. این که به آقای نجفی چطور به سلاح دسترسی داشته رو متوجه شدین که چطور اتفاق افتاده؟ به هر حال این فرایند رو سوال نکردیم ما، انشالله همکاران دارن ازش بازجویی میکنن. پاسخ این سوال هم حتما ما بعد اینکه سوال کردیم وضعیتش رو تشریح میکنیم. بچه زمانی پرونده تکمیل میشه و میره برای رسیدگی قضایی؟ این قاعدتا تو حوزه پلیس ما خیلی کار نباید داشته باشیم، چون بررسی صحنه انجام شده، آثار برداری صحنه انجام شده بود. پیرامون در واقع کالبد شکافی پیکر متوفی هم یه اقداماتی باید تو تشخیص هویت و ارسال خدمت و پزشکی قانونی صورت بگیره. من فکر نمی کنم خیلی از منظر پلیسی ما کاری رو داشته باشیم. مابقی کار انشالله تو حوزه دستگاه قضایی باید کار پیگیری بشه. پس حالا برای بینندگانی که شاید این پیشینه خبر رو ندونن، چه ساعتی این در از قتل اتفاق افتاد، در کدام منطقه تهران بود؟ جزئیات بیشتری از خود واقعه رو ممکنه برام بفرمایید سردار؟ بله ساعت 11:30 امروز تو محدوده سعادت آباد ما اطلاع پیدا کردیم که تیراندازی در واقع به وقوع پیوسته. همکاران من وقتی حضور پیدا کردن مواجه با جسد خانم 35 ساله‌ای شدن که بعد که بررسی‌های لازم توسط کارآگاهان آگاهی، مجموعه تشخیص هویت، مجموعه عرض کنم خدمتتون قضایی صورت گرفت، متوجه شدیم که در واقع ایشون همسر دوم آقای نجفیه. تو صحنه وقتی بررسی‌های فنی و کارآگاهی صورت گرفت، ما همون بد و امر در واقع متوجه قاتل در واقع و شناسایی قاتل شدیم و پیگیری‌های فنی رو شروع کردیم که خوشبختانه به هر حال شرایطی که حاکم بود به نتیجه رسید و ایشون مراجعه کردن تو مجموعه پلیس آگاهی الان در بازداشت. به ضرب 2 گلوله
2 تا گلوله اصابت کرده ولی ایشون حدود 5 گلوله تیراندازی کرده. 5 گلوله شلیک شده، 2 گلوله به ایشون اصابت. 2 گلوله اصابت کرده به متوفا. بسیار متشکرم سردار رستی. اگر توضیحات دیگر نیست التماس دعا داریم. خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحات شما. با شما خداحافظی.